30% کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را کم می‌کنند. فرمان مربوطه روز 19 ینور از جانب سرور کشور امضا گردید. در این رابطه ما قرار دادیم از ساکنان پایتخت پرسیم کم شدن کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی به حرکت نقلیات در راه‌ها چه تاثیر می‌رساند؟ قاعده ویرانکنی زیاد می‌شود یا حرکت با راحت‌تر؟ در کدام دولتی که نبودیم ندیدیم اینقدر گاهی بسیار رو در کوچه ها کارمندان ناظران راه رو ندیدیم که اینقدر به مثل تاجیکستان بسیار باشند. به فکر یکون نتیجه نمیتونم. برای چی؟ 2.15 زیاد کنم کم کنم. این بدی هم داره خوبی هم. چی بدی چی خوبی گفتم دو روزی چی؟ چی بدی چی خوبی؟ خوبیش که به او هم کار کردن نمیشه و کمش کنم با یک باره صدمه‌های نقلیاتی زیادتر میشه و بدیش چی؟ بدیش هم که با آدم‌ها رو بسیار غم می‌تیان 50% کم کردن خوبتر میشه. برای چی؟ چی؟ برای که همه بغیر پولچینی و دیگه کار ندارن. باید چی؟ مثلا اگه قاعده ویرانکنی ها بسیارتر میشه همه شوفیری که رعایت نمیکند میزند هلاک میشد 100 بود توش ما بزنه بمبرد. همه خیلی نیست. رعایت قانون برآورده. فوتبال قانون قاعده دارد. راه هم قانون قاعده دارد. همو بدیه همو را گرفته میتوند. و مثل همونجا دیگه بونه قضیه هم پول میگیرد. تمام 50% کم کردن در کار نه تنها 30%. ای 50% پول دیگرش زیاد کنن. پس از گذاشتن به نظام غیر نقدی علاقه بسیاری کارها طریق غیر نقدی اجرا کرده می شود و لازم است که نه تنها در بازرسی دولتی اتومبیلی بلکه در همه وزارات و اداره های دولتی قسمتی کمی از کارمندان حداقل کم کرده شود. بیشتر باشن خوبتره برای بخطر را تامین میکنن. کم کردن ما فکر میکنیم با بی ترتیبی زیاد میشن. نگاه کنید در راه چی گپه؟ اگر کارکنی بی خطری نباشد کی را با ترتیب میداره؟ خوبتر میشد که این ناظرای شخصی هستند که اونو رو بر همه دادن و کارمندان حزب حقوق بستر میکردن. موادشون زیاد میکردن. سر لباسشون شروع میدادن. یعنی بهتر میشد. اختصار کردن تعداد کارمندان بدیه یعنی در سطح 30% که با فرمان جناب عالی صورت میگیرد تاثیر میرساند و شیوه کار دیگر کارمندان تا که در آینده بیشتر سری در کار بودن فکر کنند چون که در چند وقت اخیر سر و صدا از روی این نوع کارمندان مقامات کارهای داخلی زیاد شده است مخصوصا رشوه ستانی اونا که پیوسته ثبت شده نوارش به شبکه‌های اجتماعی راه می‌یابد و باعث واکنش‌های بسیار تند می‌گردد. همه از همین باعث شد تا که چنین یک تصمیم در سطح حکومت پیش گرفته شود